در کوچه‌های غبار گرفته شهرهای افغانستان و دیگر نقاط محروم آن، کودکانی بی سرپرست با دستان کوچک اما چشمان خسته بار فقر، تبعیض و بی‌عدالتی را به دوش می‌کشند. نه بازی را می‌شناسند، نه کودکی را، نه زمین بازی دارند، نه مکتب امن، نه رؤیایی که بشود به آن دل بست. این چهره‌های خاموش آینه شکست جمعیت، شکستی که مسئولیت آن نه فقط بر دوش حکومت است که عدالت را از روی نقشه کشورداری حذف کرده، بلکه بر عهده همه ماست. روشنفکرانی که فقط در حلقه‌های محدود و امنی از مقاومت حرف میزنند، ملاهایی که به جای شفقت و آگاهی فتوا و ترس میفروشند، سیاستمدارانی که به وقت رأی پیدایشان می شود و بعد در سایه حسابهای بانکی ایشان ناپدید می شوند، و والدینی که در چنگال فقر، ناچاری یا حتی عادت کودکانشان را قربانی بقا کردند. این کودکان نانآور شدند در حالی که باید رؤیا می ساختند. با کفش‌های پاره در تقلای نان خشک وارد دنیایی شدند که از همان ابتدا به آنها آموخته سهم تو از این کشور محرومیت است. مکاتبشان به آن هدف گرفته می شود. مسیر رفت و آمدشان با تهدید و تحقیر همراه است و هویتشان یا نادیده گرفته می شود یا تحریف، در حالی که کودکان دیگر در کشورهای بیرونی آماده شریک در قدرت‌های سیاسی و اقتصادی می شوند. کودکی افغانستانی در کوچه ها، در تعمیرگاه یا پای بساط سیگار فروشی و دودی اسپند دارد درس بقا می‌خواند. نظام حاکم با تبعیض سیستماتیک عملاً زندگی این کودکان را در نطفه خفه کرده، با محروم سازی قومی از تحصیل، اشتغال و امنیت. هیچ برنامه ملی برای حمایت از کودکان افغانستانی و اقلیت‌ها وجود ندارد. نه در سطح آموزش، نه در صحت، نه در بازپروری روانی از خشونت‌هایی که بر آنها رفته است. سکوت نهادهای بین المللی و داخلی در برابر قتل عام‌های هدفمند، حمله به مکاتب و انکار سیستماتیک نه تنها دردناک است بلکه مجرمانه است. از سوی دیگر، رفتار و نگرش مردم نسبت به جامعه خودشان نیز نیازمند بازنگری عمیق است. فرهنگ تحمیل کار بر کودکان، بی‌توجهی به سلامتی روانی آنها و عادی سازی خشونت خانگی یا اجتماعی علیه کودک باید نقد شود. اگر ما به کودکی کودکان خود احترام نگذاریم، هیچ ساختار بیرونی جای آن را نخواهد گرفت. نخبگان ما باید از خطابه‌های تکراری عبور کنند و با بازسازی اجتماعی و انسانی جامعه خود بیاندیشند. دیگر زمان وعده‌های تو خالی گذشته. این کودکان حالا نیاز دارند، نه بعدا. هیچ کسی پاسخگو نیست. هیچ کسی نمی‌پرسد که چرا در سرزمینی با منابع عظیم کودکان ما باید بین کار و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. چرا کسی برای او قصه نمیگوید؟ چرا کسی او را نمیبیند؟ این سکوت همدستی است. همدستی با نظمی که آینده یک نسل را میبلد و تا زمانی که این همدستی ادامه دارد، نه فقط کودکی که کرامت انسانی نیست دفن خواهد شد. علی رحمانی، 20 صبر سال 1400 خورشیدی، کابل.